در قسمت جدید روزگاری در چکوروا می‌بینیم که زلیخا و هاکان در جلسه مطبوعاتی رو به خبرنگارها اعلام می‌کنند که قصد دارند ازدواج کنند و از آنها می‌خواهند این خبر را به گوش همه مردم شهر برسانند. بلافاصله این خبر مثل بمب در شهر منفجر شده و همه اهالی چکوروا در مورد آن صحبت می‌کنند. بعد از این ماجرا فیکرت از زلیخا دلسر شده و به سراغ بتول می رود و با هم توافق می کنند در نزدیکترین زمان مراسم عروسی و ازدواجشان را برگزار کنند. از آن طرف زلیخا طی تحقیقاتی که در شرکت انجام میدهد متوجه می شود کسی که پولهای شرکت را خالی کرده ارجان نبوده بلکه بتول بوده و بتول زمینهای دمیر را فروخته و پولها را به جیبش زده است. زلیخا به خاطر فیکرت و لطفی موضوع را به شکایت و شکایتکاری و دادگاه اطلاع نمیداد، اما به سراغ فیکرت و لطفی رفته و همه ماجرا را برای آنها تعریف می کند. فیکرت از شنیدن صحبتهای زلیخا شوکه شده و بلافاصله به سراغ بتول می رود که بیخبر از همه جا در حال آماده سازی تدارکات مراسم عروسی است. فیکرت رو به بتول و شرمین همه ماجرا را تعریف کرده و اعلام می کند رابطه او و بتول تمام شده و همه چیز را به هم می ریزد. بتول که از هر جهت تحت فشار است به سراغ هامینه می رود تا عکس دمیر و مهمت را از او بگیرد، اما هامینه در برابر او مقاومت کرده و بتول مجبور می شود او را هل دهد. سر هامینه به زمین خورده و دور و برش را خون می گیرد. بتول که حسابی ترسیده و وحشت کرده با عجله از اتاق خارج می شود، اما در حین خروج فادی او را می بیند و متوجه ترس و اضطراب او می شود. بتول عکس را برداشته و آتوی بزرگی از هاکان به دستش می افتد، اما از آن طرف هامینه غرق در خون شده و معلوم نیست که زنده می ماند یا نه.